این پوسته دینامو که میبینین ترک برداشته، میخواستن بربرنگ دینامو در بیارن، هم رزوه رو خراب کردن هم پوسته ترک برداشته. حالا ما میخوایم راه در آوردنش رو نشونتون بدیم. این 4 تا پیچی که میبینین از پشت بربرنگ رو گرفته بود. این پیچا رو ما با سندخال و مته دلیر در آوردیم. حالا بربرنگ بدون آسیب دیدگی پوسته دینام و رزوه به راحتی در اومده. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره.